به تنهایی درجه رنگ رو مشخص کردن. با نور سفید نگاه میکنیم در زمینه سفید مات. ما الان این نمونه هایی که داریم رنگ های متفاوتی هست، همونطور که خودتون مشاهده میکنید رنگ ها به تدریج و بسیار آهسته با تونالیته کمتر در حال تغییر هستن. ما حالا اینو میایم و در کنار الماس های که برای ما آوردن و مورد آزمایش قرار داره میگیره قرار میدیم و اونها آزمایش میکنیم و میبینیم که تشخیص رنگمون در چه اندازه هستش. تقریبا رنگ این سنگ الماس که روی انگشتر قرار گرفته تقریبا با این رنگ یکی هست که تقریبا رنگ اچ یا به زبان حالا انگلیسی که تعیین رنگ میکنن اچ هستش. بعد در رابطه با کات که من الان نگاه میکنم، کاتش تقریبا یا برش متوسطی بود. از نظر پاکی هم پاکی خوبی داشت که ما حالا اینا درجه بندیش روی VVS2 میکنیم و آماده میشه که ازش عکس بگیریم و این عکس رو بر روی صدور اون شناسنامه که مورد تایید حالا همه دوستان ما در ایران هست صادر میکنیم با کد مخصوص.